سلام، خیلی خوش اومدیم به ایران فوتبال کویز. تو این قسمت 20 کویز فوتبالی داریم. هر پاسخ درست 10 امتیاز داره. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید و امتیاز خودتون رو این پایین کامنت کنید. انتقال درست رو حدس بزن. الف، ب یا جیم. مهدی لیموچی بازیکن هایجک شده تو لحظه آخر. بله، الف درسته. میلاد زکی‌پور خیلی ساده آخرین باشگاهشو حتما یادتون هست. بله، مورد ب، برگشت به استقلال. آرمین سهرابیان الف، ب یا جیم. بله، الف، برگشت به استقلال دوباره. دانیال اسماعیلی فر از پرسپولیس به تراکتور منتقل شد. کمال کامیابی نیا بله، مورد جیم درسته. محمد حسین مرادمند هنوز جابجا نشده و استقلاله. عیسی آل کثیر بله، الف درسته. پرسپولیس سپاهان دوباره برگشت به پرسپولیس. محمد رضا اخباری مورد ب. علی علیپور الف و جیم گفتن به پرسپولیس برگشته. بین الف و جیم کدوم درسته؟ بله، گزینه جیم. رامین رضاییان دیگه تابلو لباسشن. مورد جیم، پرسپولیس سپاهان استقلال. مهدی پور مورد الف. سعید صادقی مورد ب. پوریا غفوری بله، مورد جی. از استقلال رفت فولاد. شهریار مقانلو الف، ب یا جیم. بله، رفت با مهدی قائدی همباشگاهی شد. فرشاد احمدزاده برگشت احمدزاده به پرسپولیس. شجاع خلیلزاده خب این که تو تراکتور الان بازی میکنه مشخصه. الف یا جیم؟ بله، الف درست. علیرضا بیرانبند دیگه از اون نقل و انتقالات جنجالی امسال. مورد جیم، نهایتا هم به تراکتور منتقل شد. رضا شکاری بله، مورد جیم. بازم از هایجک های سپاهان. رضا اسدی بله، سپاهان این بازیکن از دست نداد. حمید بوهمدان فولاد گلگهر دوباره فولاد. امیدوارم لذت برده باشید. کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، کامنت کنید که چه امتیازی گرفتین از این کویز.